با سلام خدمت دوستان عزیز، مهدی عباسی هستم. در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش کدنویسی برای پوست سیستم مدیریت محتوای وردپرس. در این جلسه هم همون مبحث قبل، مبحث کانتکت ها، همون فرم تماس با ما رو پی میگیریم. در همینجا از تمام دوستانی که مخصوصا ایراندروید عزیز که تولد منو بهم تبریک گفتن تشکر میکنم. تولدم دیروز بود، 3 اردیبهشت. 28 سال رو تموم کردیم و وارد 29 سال زندگیمون شدیم. جا داره که از دوستانی که این به من تبریک گفتن تشکر کنم، از همشون ممنونم. خب ببینید دوستان، تو جلسه قبل اومدیم یه سری فانکشن ساختیم که فرم تماس با ما رو برای ما بسازن. خب از اون جایی که خیلی از دوستان عجله دارن و میخوان سریعتر این مباحث تموم بشه، خب من اومدم این فانکشن ها رو ساختم. اینا فقط واسه این بود که به شما نشون بدم چجوری باید ریوزبل کد یا کدهای که دوباره قابل استفاده باشن رو بنویسید و اینکه نترسید، میتونید خیلی راحت فایل بسازید، فانکشن بسازید. وردپرس جلوی شما رو نمیگیره و خیلی موقع یارو برنامه‌نویس میترسه و پیش خودش میگه که نکنه سنگین بشه تم، نکنه پردازشش بالا بره. نه، ببینید اینا حالا یه مباحثیه که شما باید حواستون بهش باشه، ولی نه دیگه اونقدر که باعث بشه که بترسید که متغیر بسازید یا یه تابع رو تولید بکنید. خب این مبحث این فایلی که این کدهایی که ما نوشتیم برای ساخت فرم رو من منتقل میکنم به پروژه دیگه، پروژه ساخت پلاگین. شما اگه با وردپرس آشنایی داشته باشید، مطمئنا با پلاگین کانتکت فرم 7 هم آشنایی دارید. یه پلاگینی هست که حداقل اگه اشتباه نکنم 1.5 میلیون بار دانلود شده. یک رکورد بسیار خوب هست برای دانلود یک پلاگین و این پلاگین طرفداران زیادی داره. خب ما سعی میکنیم یک پلاگینی شبیه به اون یا شاید حتی در سطح اون و یا حتی بهتر بسازیم. اینجوری هم شما طراحی پلاگین رو یاد میگیرید و هم یک برنامه کاربردی، یک پلاگین کاربردی، نه یک آموزش آبکی رو خدمتون ارائه نمیدیم، یک آموزش محکم و عالی رو خدمتون ارائه میدم. پس دیگه به فایل contact us-inc.php احتیاجی نداریم. پاک کنید بره پی کارش. بیایید به یا ببندیدش، بیایید به فایل contact us.php. خب لازمه که کمی برگردیم به عقب و از کدهایی که قبلا نوشتیم استفاده بکنیم. اصطلاحاً واسه اینکه دیگه نمیخوام از اون فایل استفاده بکنم، پس میام این بالا و اینجا این پرپل شاین کانتکت اینیت رو من اول این فایل اینجا رو باز بکنم واسه اینکه مجبور نشیم دوباره فرمو بسازیم. یه کمی تغییرات توش میدیم که از اون ور راحت تر بیاد بالا. خب من به همشون یه تگ بیاری اینجا اضافه میکنم به این شکل. ببخشید اصلا نبود. به انتهای همشون علامت نیو لاین رو اضافه میکنم. حتما باید تو دابل کوتیشن بذاریدش. خب اینجوری حالا بهتون میگم چرا. من کروم رو هم باز کنم. خب این به خاطر اینه که موقعی که سورس کد تو خروجی چاپ میشه اینا میفتن پشت سر هم دیگه. ما میخوایم فرمو دیگه دوباره من ننویسمش. خب چون دیگه از این فایل استفاده نمیکنیم، میرم تو حالت اینکاگنا. این پنجره دیگری رو میبندمش. خب اینجا رمز اینو بهش بدیم خلاص لرن. خب برگه نمونه. خب F12 رو میزنم. خب داخل من الان دارم از گوگل کروم استفاده میکنم. شما ممکنه فایرفاکس باشه، اون هم اینسپکتور داره، علامت فلاش و یک مستطیل کوچیکی هست. خب فرم رو انتخاب بکنید کامل. بیایید تا این
دیو کانتینر. خب از اینجا روش راست کلیک بزنید، کپی رو انتخاب بکنید، کل کدای داخلش رو میگیره. خب ما میخوایم تمام این کدها رو بیاریم اینجا و به جای این اصطلاحاً چی بگم تابه، ببخشید، به جای این تابه بذاریمشون. خب وقتی من اینا رو پیست میکنم میبینید که همچین پشت سر هم نیستن، قاطی قاطیه. خب وقتی واسه مرتب کردنشون نیست، بعد اینجا میام چیکار میکنم؟ میام این قسمت، این علامت نیو ریتارن رو میذارم آخرشون که قشنگ مرتب تو خروجی چاپ بشن. خب این هم به این شکل، تیدی فیلد این هم به این شکل. خب اینجا این تیدی رو میسازه، آخر این تیدی به این شکل و این یکی هم خب به این شکل چی میذاریم، آخر این هم یک دیه. و حالا اینجا یه رفرشی من میزنم. خب حالا که رفرش شد دوباره راست کلیک میکنم، کپی رو میزنم، این بار ببینیم یک نگاهی بندازیم ببینیم دوباره به هم ریخته است یا نه. خب این بار پیست میکنم، باز نسبی بهتر شد. حالا خروجمون یه نموره مشکل داره ولی دیگه نه به اندازه قبل. خب سری مرتبش میکنیم دیگه، حالا از این بهتر که نمیشه. فرم کم میاریم عقب‌تر، تیبل رو میارمش اینجا، یه تو رفتگی میخواد. خب اینجا تیبادی ما نداریم، تیبادی رو کم میدیم جلوتر، تگ تی آر. خب این کلیمون باید بره جلوتر، این تی آر هم به جلو میاد. خب این تی آر اگه اشتباه نکنم اضافه است این یکی. خب اینو از بین میبریم. خب میایم پایین تر، سری اینا رو مرتب کنم. خب شما واسه این که دیگه اینجوری مثل من معطل نشید، من یه فایلی میسازم، اسمش میذارم form.txt. خب اینو میذارم داخل واسه دانلود میذارم که دیگه شما هم معطل نشید واسه ساختش، همونو کپی پیست کنید اصطلاحا راحت. خب این اضافه است، از بین میبرمش. خب این تیدی میره زیر این یه دونه میاد عقب، این به جلو میره. خب این دو خط از بین میرن. خب این رو هم به جلو بدم، سری کد مرتب بکنیم که به آموزش اصلی برسیم. نگران این موضوع نباشید، زمان این رو از زمان آموزش کم میکنم، که آموزشمون همیشه طولانی هست، 1 ساعت 45 دقیقه، 1 ساعت و نیم، پس چیز خاصی نیست. مثل بقیه سایت ها نیستیم 20 دقیقه 20 دقیقه میذارن خون آدمو کثیف میکنن. خب اینم کمی مثلا تو رفتگی ها رو بهتر میکنیم، هر کدی سر جای خودش. این تیدی باید بره جلوتر، این تیدی هم به همین شکل. این تی آر مال این قسمته، این تی آر اضافه است پاک میشه. این تی آر هم به همین شکل، تی بادی تیبل. خب یه باید بندازیم کجا رو اشتباه کردیم. خب ما اینجا حالا این تی بادی میگیریم یکم میدیم جلو، دوتا میدیم جلو که بیفتن زیر این تی بادی. تی بادی هم حالا تگ اگه باش آشنایی ندارید میتونید نذارید، تگ تی بادی رو زیاد هم مهم نیست. بدنه جدول، تگ جدول به 2 بخش تقسیم میشه، یکی تیبل به این قسمت به این شکل ببینید، تیبل هید. خب اون هیدر یا عنوان جدول، یکی هم تی بادی است. خب اگر حالا نظرت خود مرورگر اضافه میکنه، چیزی زیاد مهمی نیست. خب پس حالا خودتون رو زیاد نگران این موضوع نکنید.
اینم از فرم، اینم از تگ یه مال کانتینر فرم. میدارم یکی یکی میدم عقب که سر جای خودشون باشن. خب حالا میریم بالا. خب پس با این حساب ما این چی رو نمیخوایم، اسمش چه بود، تابه رو نمیخوایم. این دوتا خط هم که فایل رو بارگذاری میکنن نمیخوایم، ذخیره میکنم. خب این فایل کانتکت استش این رو میبندم. حالا پاکش هم بکنید، پوشش هم زیاد مهم نیست دیگه. اینو منتقل میکنیم به اون پروژه، ولی میگم کدا رو نگه داره تو نگران نشه، مهم نیست چون تو اون پروژه دوباره مینویسمشون. خب یه رفرش میزنیم. خب فرممون یه نگاه بکنیم فرم چیزی کم نداشته باشه. اف بزنم یکمی هم بزرگترش بکنم واسهتون. خب کانتکت اس فرم کانتینر، خب این هیچی. فرم نیم کانتکت اس فرم آیدی اکشن رو خب باید چی بدیم؟ اینجا باید با PHP بنویسیمش. PHP echo escape attribute. خب چون میخوایم توی اتریبیوت بنویسیم، شاید تو اکشن حتما باید اسکیپش بکنیم. اگه کاراکتر خاصی داره تبدیلش بکنه حتما. خب به عنوان ورودی get دپرمالینک رو بهش میدیم. حواستون باشه دپرمالینک ننویسید، چون دپرمالینک چاپش میکنه تو خروجی. خب حتما get دپرمالینک بدید که برگردونه جوابو بده به اسکیپ اتریبیوت و اون اسکیپ اتریبیوت اکو اونو چاپ بکنه. خب این هم از اصلا فرممون. اینا هم خب اگه لازمه یکی میدیم عقب، پس اینکه کد نویسمون مرتب باشه. نگاه میکنم خب بقیه خوبن. خب این قسمت خب ذخیره میکنم تا اینجای کار. این از این. خب یک رفرش میزنیم. فقط دکمه سابمیت رو من اضافه بکنم. خب به اون انتهاش بریم در انتهای تیار دیگه میسازیم. تیبل رو یک سطر جدید، یک تیبل دیتا یا تیبل سلول اصطلاحاً میسازیم، یک سلول جدول میسازیم. این لیبلمون هست کلاس لیبل. خب لیبل که نداره این بخش، من میرم سراغ سلول بعدی. کلاس فیلد، اینجا یک اینپوت داریم، اینپوت سابمیت. خب اینپوت تایپ سابمیت، دکمه سابمیت واسه ما میسازه این دکمه ارسال. خب من اینجا رفرش رو میزنم، ببینید دکمه ارسال دکمه که وقتی اون کلیک میشه فرم ارسال میشه به اون فایلی که به اون آدرسی که داخل خصوصیت اکشن وارد شده. من یه بار دیگه اگه کلمات انگلیسی رو اشتباه تلفظ میکنم معذرت میخوام. یه بار دیگه هم توضیح میدم که من انگلیسی رو اصلا روی کتاب و اینجور چیزا یاد گرفتم. کلمه رو نگاه میکردم معنیشو نمیدونستم، میرفتم توی دیکشنری نگاه میکردم معنیشو میدیدم و بعد حفظ میکردم. بعد اونجوری که حالا همون به قول معروف همینجوری تلفظشون رو اونجوری که خودم دلم میخواد تلفظ یاد گرفتم. خیلی هاشون رو اشتباه میگم، چون دوستان ایمیل میذارم میگن فلان کلمه رو اشتباه گفتی، فلان کلمه رو ضایع گفتی. از این بابت میگم ببخشید. اصل مطلب با اصطلاحاً بچسبید، آموزش رو داشته باشید. خب تایپ سابمیت نیم contact us submit ID contact us submit و خصوصیت ولیوش برابر است با ارسال فرم. تکستر یا خیلی اینجا خیلیش فضای خالی از فضای خالیشون از بین میبرم. خب باشه اشتباه نوشتم، بهتر بنویسیم ارسال. یکم این چپ به راست جینی مشکل داره. جا بنویسیم ارسال پیام.
میخواد پیام بفرسته. ببینید تو حالا ما چرا اون پروژه رو کنسل کردیم اومدیم اینو گذاشتیم. ببینید داخل به صورت عمومی داخل تم ها یه فرم ارسال پیام عمومی یعنی کانتکت اس فرم به همین شکل است، لزومی نداره مثلا ما بریم واسش فانکشن بسازیم. خب حالا اونو میگم توی پروژه جداگانه استفاده میکنیم، یه ماژولی میسازیم که هی مثلا اون فرم تولید بکنه دیگه، لازم نباشه این همه بنویسیم. خب ولی به صورت عمومی تمام اکثر چیا رو نگاه کنید شما، اکثر تم ها رو باز کنید و فایل محتوی کدهای کانتکت اسش رو نگاه کنید به این شکل است. حالا ما یه دونه اضافه هم گذاشتیم، موضوع هم گذاشتیم، معمولا نام، ایمیل، پیامه، وبسایت و موضوع اینا نداره. خب حالا ما خودمون اومدیم گذاشتیمش. خب میایم اینجا یه سریشون خب لازمن، مثل نام، ایمیل و خود پیام. نام و ایمیل و خود پیام لازمن. حالا یا بعد از تگ فیلد تگ های اینپوت یه ستاره میذاریم یا جلوش مینویسیم لازم، یا جلوی خود همون لیبلش اصطلاحاً مینویسیم لازم. فرق این دیگه بستگی به نوع طراحیتون داره. من میام جلوی یعنی انتهای هر کدوم از اینا که لازم هست یه ستاره میذارم. خب مال ایمیل هم به همین شکل و پیام. یک رفرش میزنیم. خب اینایی که لازمان جلوشون اصطلاحاً یه ستاره میاد. این از این. خب حالت دیگه هم داره، خب میتونیم استفاده بکنیم. اون حالت هم من میرم دنبالش، اون حالت هم یه نگاهی میندازیم. فایل CSS ما ساخته بودیم واسه این صفحه. فایل CSS تو پوشه CSS بود، کانتکت اس CSS. خب بیاریدشون رو بازش بکنید. خب ببینید داخل HTML5 یک خصوصیتی به فیلدها اضافه شد داخل فرم ها به اسم required. اگه این خصوصیت رو ما به یک کنترل فرم بدیم، اصطلاحاً یک از عناصر فرم، خب باعث میشه که اون عنصر به قول معروف لازم بشه و مرورگر موقع ارسال فرم اگه اون خالی باشه پیغام خطا میده، اصطلاحاً نمیذاره اصلا فرم ارسال بشه. ببینید پلیز فیلود دیس فیلد اصطلاحاً نمیذاره اون ارسال بشه اون فیلد. حالا این هم خوبه هم بده، چون حالا خوبیش اینه که کار ولیدیت فرم به قول معروف خیلی چیزا رو آسون میکنه. یک بدی هم داره اینه که خیلی از مرورگرها ساپورت نمیکنن. خب ولی با این حال من سری از کدها رو میگم، حالا همین حالت همون حالتی که اون ساپورت نمیشه رو با هم مرور میکنیم مثلا. خب required میام CSS اینجا میگیم که ببینید چجوری میتونیم تحت تاثیر قرار بدیم. اول اینکه آیدی من فرم رو مینویسم contact us form، TD هایی که کلاس فیلد دارن و داخلشون اینپوت داخلشون به که در حالت required هست. خب شبه دستور required یا همون پیسوده شبه دستورش خب روی اینپوت ها اگه قرار بدیم فقط اینپوت هایی رو انتخاب میکنه که حالت required دارن اصطلاحاً. خب میتونیم اونا رو یه روشون تاثیر بذاریم، مثلا کالر رو ما میگیم رد، رنگش رو قرمز کن. خب حالا پس یه بار دیگه من جلو F12 میزنم قشنگ ببینید چطوری رسیدیم بهش. این حالت انتخابش میکنم. خب ببینید این پایین چی رو میذاره، مسیر طی شده رو میذاره. ببینید کانتکت فرم از آیدی کانتکت فرم استفاده کردم و بعد از اون گفتم TD هایی که کلاس فیلد هستن، و در نهایت اینپوت هایی که در حالت یعنی خصوصیت required دارن و true هست. رنگ ورودی رو اصطلاحاً رنگ داخلشون رو قرمز کنیم، رفرش میزنیم. خب ببینید حالا رنگش قرمز شد. پس با این شکل میتونم انتخابشون بکنم و اگه لازم شد چیزی رو بهشون اضافه کنم. فقط اینو بگم اینپوت ها شبه دستور افتر رو ساپورت نمیکنن. با این دستور نمیتونید بعدشون ستاره بذارید. خب واسه اینکه
بخوایم این کار رو انجام بدیم اصطلاحاً این از این یعنی از این طریق میتونید اونا رو تحت تاثیر قرار بدید، استفاده بکنید. من ریکوایر رو میذارم خب، ولی قول معروف میایم انتهای هر فیلدی اینجا یک تگ ساپ بذارید، خب یک ستاره بذارید داخلش. حالا من میبندم این رو، رفرش میزنم. خب ببینید تگ ساپ یه بالا نویس واسه ما میسازه. یعنی به چه معنی؟ ببینید من قبلش می نویسم مثلا مهدی، خب عباسی رو میذارم توی ساپ. خب یک رفرش میذارم، بالا نویس مثلا یک ایندکس، حالا آره یک ایندکس اصطلاحا. خب اگه پایین باشه فکر کنم فارسیش میشه نمایه به همچه، حالا تو انگلیسی بهش میگن، اینو میگن ساپ بالا نویس، یکی ساب زیر نویس هست. حالا اون نمایه ساب، حالا اگه من اینو بکنم ساب بی بذارم، خب یه رفرش بزنم، ساب استرینگ مثلا زیر نویس یا پایین نویس. خب و اون یکی میشه بالا نویس، حالا یا ایندکس یا همون اندیس بالا اگه باشه، یا نما اگه پایین باشه پایین نویس، یا همون زیر نویس، یا پانوشت پایین نوشت، یا نمایه اصطلاحا. خب همون ساب میذاریم، برای میگردونم، من کنترل زد میذارم برگرده ستاره. خب و اینطوری میگیم اونایی که ستاره دارن اصطلاحا فرمای کلیدهای لازممون هستن. خب میتونه به این شکل اونایی که لازم هستن از ساب بعدشون استفاده میکنیم. خب من میام اینجا بعد ایمیل هم یکی میذارم و بعد پیام هم یکی میذارم. خب داخلشون قرار گرفت. خب اینجا میبینید پیام اومده این جاواسکریپت. بعد یه دیسکریپشن رو هم ما به فرممون اضافه میکنیم اصطلاحاً، اونایی که نیاز دارن. خب یک میام بالا اینجا بعد حساب یک بی آر میذارم، میشکنم میام خط پایینی، میتونید همون خط پایینی که راحت تر ببینیدش، یک بی آر، یک تگ اسمال اضافه میکنم، ریز مینویسه. خب اگه استرانگ بذارید بولد میکنه، اسمال بذارید ریز مینویسه اصطلاحاً. خب و این رو میخوام یه توضیح در مورد فیلد بدم. اینجا می نویسیم نام خود را، اینجا می نویسیم نام شما و حداقل طول مجاز برای نام 3 کاراکتر می باشد. خب ذخیره میکنم، یک رفرشی میزنیم. هوام صبح ولی ابری و حسابی نشون میده که میخواد بارون بیاد. خب میبینید که دیسکریپشن همون هم ظاهر شد. میرم سراغ ایمیل. خب یک تگ بیار اول میذاریم که خطو بشکنه بره خط بعدی، بریکلاین. خب یا این مخفف بریک یا همون بریکلاین هست. اینجا تگ اسمال و بعد درونش می نویسیم که آدرس ایمیل شما جهت پاسخ به شما لطفاً یک آدرس معتبر به فرمت اگزامپل نمونه ادساین خیلی اومد این طرف دیگه نمیبینمش. اگزامپل
.com وارد کنید. خب اینو من ذخیره میکنم. کمی میگم این ادیتور من با راست به چاپ مشکل داره. خب به وبسایت هم یک توضیحی اضافه میکنیم. من وبسایت توضیح نمیخواد، آدرس حالا مثلا موضوع اینجا یکم بدیم عقب‌تر که هم تراز بشه با بقیه. خب موضوع فقط یک تگ بیار میدیم، یک تگ اسمول و بعد درونش می که برای مثلا چی بنویسیم، مثلا برای بهتر، برای پاسخ گویی سریعتر بهتر است موضوع نامه خود را قید کنید. خب چون اجباری نیست می نویسیم بهتر اصطلاحاً. اگه اجباری یک فیلد اجباری بود بعد می نویسیم باید. خب این هم از این مورد. و حالا اینجا ببینید چون جدول اینا افتادن این وسط باید برن اون بالا بیفتن روبروی این فیلدها. واسه این کار میریم سراغ فایل CSS مون. اینو ورش میدارم اینجا contact as form td label. td هایی که لیبل هستن ورتیکال الاینشون رو میذاریم روی تاپ. خب ترازبندی عمودیشون ورتیکال الاین رو میذاریم روی تاپ، یعنی بیان بالا وایسن. این خصوصیت سه حالت میگیره تاپ. حالا من همه رو اینجا توضیح میدم خدمتتون. خب ببین اومدم با هم افتادن روبروی هم دیگه. خصوصیت دیگه‌اش چیه؟ میدل هست. ببین سنتر نداریم تو تمام ورتیکال الاین، تو تمام لحظاتی که منظور عمودی هست میدل داریم، ولی منظور وقتی که افقیه خب وسط میشه سنتر، ولی وقتی که تو حالت عمودی وسط میشه میدل اصطلاحاً، یا همون میانه. خب اینجا میذارش، اگه بذاریم روی میدل میذارشون این وسط اصطلاحاً، وسط اون کانتینر خودشون که همون یا همون ظرف نگه دارندشون، یا باتوم که میشه پایین. خب ببین الان میذاره پایین. خب ما همون تاپ رو میخوایم، میخوایم تاپ باشه، میذاریم همون بالا بمونه. خب من رفرش میزنم، خب الان اومدم بالا. خب این از این. خب حالا بریم فرمو که ساختیم اصطلاحاً. خب این برام واسه که این ستا رو درست وایسه اینا رو هم تاپ میکنیم، اینا رو هم میدیم بالا. خب در نتیجه کافیه کامپلت این چی رو ورش داریم، مثلا تمام تیدی ها رو تاپ بکن. خب حالا این ستاره این درست وای نمیسه، دلیلش اینه که این لاین هست اصطلاحاً، این بلاک این لاین هست. حالا اینو بعدها بهش رسیدگی میکنیم. خب من همون برش میگردونم کلاس های لیبل رو تاپ بکن. خب این از این. خب میایم بریم سراغ خود فرم. وقتی که فرم ارسال میشه چه کارهایی باید انجام بدیم که خب قبلا یه سری کدا نوشته بودیم، میریم سراغ اونا. خب اول اینکه یک متغیر ساخته بودیم، این علامت کامنت رو من برمی‌دارم که کدا دوباره رنگی بشن بتونم استفاده بکنم. خب اینجا انتخاب میکنیم، کمی به عقب میدیم. خب حالا بعد میایم جلو درستشون میکنیم کم کم. خب اینجا میگیم که اگر متغیر سراسری پست خالی نبود، خب فقط بیاید داخل فرم، چون متغیر سراسری ممکنه حالا به هر علتی خالی نباشه.
ولی اطلاعات فرم ما هم توش نباشه. یک تگ اینپوت میذارم، نوعشو میذارم hidden، نامشو میذارم contact as sent، یعنی فرستاده شده. آیدیش هم همین میذارم contact as sent. ولیوشو میذارم 1 یا همون true اصطلاحاً و میبندم. خب اینجا میگم که اگر پاست خالی نبود و پاست باشید، این ایستش رو باید بذاریم. اگر خالی نبود و این وجود داشت، اول باید چک بکنیم که همیشه یادتون نره قبل از اینکه یک مقداری رو دریافت کنید اول باید چک بکنید که وجود داره، یعنی ارسال شده یا نه. و کانتکت از سنت ارسال شده، وجود داشت، پاست کانتکت از سنت این وجود داشت. حالا مقدارش واسه ما مهم نیست، همین که وجود داره یعنی اینکه فرم ما مثلا فرم مایی که ارسال شده. خب سنت ترو. خب میگیم اگه اینکه خالی نبود و وجود داشت کانتکت از سنت، متغیر سنت رو ترو کن که جلوتر به دردمون میخوره، میخوایم ازش استفاده کنیم. خب اینجا واسه اینکه این اسم متغیرمون کمی بهتر بشه میذاریم کانتکت از سنت آندرلاین سنت، ببخشید سنت. خب فالسه که جلوتر میشه ترو. اینجا کانتکت از سنت ترو. خب در انتهای امر چک میکنیم که فرممون از طرف همین صفحه ارسال شده باشه. اینو قبلا در موردش صحبت کردم، گفتم که با این دستور اینجا HTTP referer یک متغیر سراسری است که فرم ارسالی داخلش ذخیره میشه و آدرسی که به ما ارجاع شده داخلش ذخیره میشه. ما میایم چک میکنیم اگه برابر get permalink نبود، یعنی اینکه از یک جای نامعتبر اومده، یعنی که از همین صفحه نیومده. خب من اینو ذخیره میکنم، یک رفرشی میزنیم. خب ببینید اینجا یک خطایی داد. حالا این سنت مال همون جای جلوتر اینجا هم هستش، سنت اینجا هستش، اینو برش میدارم. خب دیگه اون خطا رو نمیده. خب حالا اینو بهش میرسیم، برش میگردونم اون حالت خودش، چون هنوز بهش نرسیدیم. من اینو ردش میکنم. بهتره از همین الان یه مقداری بهش بدیم دیگه. اینو بکنید کانتکت آس، همون اسم متغیر بالایی رو بهش میدیم، کانتکت آس سنت، این متغیری که این بالا معرفی کردیم. خب اینجا خب فرمول خودمون است. خب حالا اینجا در ادامه یه بار فرمو ارسال میکنیم. مهدی مثلا اینجا هم مهدی تاکس جیمیل. خب اینجا هم پیام که اجباریه، یه چیزی هم می‌نویسیم ارسال میکنیم. خب میبینید که مثلا یک صفحه خالی بهمون نشون داد. خب حالا اینو جلوتر بهش میرسیم و علتش رو پی میگیریم. من میام پایین تر. خب در این قسمت ببینیم که ببخشید یه بار بهتون گفته بودم اسم اینا رو یک کلمه ای ندید هیچ وقت، اینا رو باید ترکیبی باشه. از همین کانتکت آس استفاده میکنیم در این قسمت. نیم آیدی هم کانتکت آس، قبل همشون یه کانتکت آسی بذارید. نیم و آیدی رو این کارو بکنید، مخصوصا نیم رو. خب لیبل سایت
subject خب و میسیج هم به همین شکل. خب میام عقب‌تر راحت. خب حالا یه بار دیگه ارسال رو انجام میدم. اون صفحه که نشون میداد مال همین بود. باشه بعد رفرش میزدیم در ابتدا. یه بار رفرش رو بزنید که نام ها و آیدی جدید ست بشن. خب اینجا یه چیزی می نویسیم. حالا مثلا مهدی، ایمیل رو هم مثلا یه چیزی میدیم. خب یه چیزی هم اینجا می نویسیم و ارسال رو میزنیم. خب چون هنوز چیزی ننوشتیم، کد رو ننوشتیم، یه سری خطاها ظاهر شد که زیاد مهم نیست. بریم سراغ ادامه کارمون. خب اینجا چک کردیم که فرم حتما از طرف خودمون اومده باشه. حالا چک میکنیم که اطلاعات ارسالی برامون رو چک میکنیم. خب اینجا نیم باز یک چیزی رو بهتون بگم. حالا اینو جلوتر باید خدمتتون عرض کنم، اینجا ردش میکنم. خب get the sent data. خب اطلاعات ارسالی رو ما یکی نامه، یکی ایمیل، سایت، یکی اینو همون خط بالایی رو کپی میگیرم، اینو پاکش میکنم. خب میکنیم سایت. خب یکی هم موضوع، همون سابجکت میشه سابجکت. خب اینجا کمی میدیمش عقب‌تر تا با همه یکی بشن. خب از این داخل فرم هم اونایی که لازم بودن رو ریکوایر کردیم مثل این حالت. خب فقط نامو من ریکوایر کردم، اون دوتا دیگری رو هم ریکوایر میکنم. یکیش این بود، یکی ایمیل بود. خصوصیت ریکوایر بهش میدم که خود مرورگر چک بکنه، اگه خالی نبود اجازه ارسال نده. خب رو جلوتر چک میکنیم که اگه مرورگرایی که ساپورت نمیکردن اینو با هم کار میکنیم که چجوری یه فرمی بسازیم که مرورگرایی هم که ساپورت نمیکنن بتونیم دستی خودمون لااقل فرمو ولیدیت کنیم. یا اصلا میخواید اونم نذارید، فرمو خالی بذارید، از این طرف آدم میتونه چک بکنه تا طرف سرور. خب این بستگی به هدف پروژهتون داره. گاهی اوقات پیش میاد که یه فرم و سمت کلاینت همون لحظه اصطلاحاً نوشتنش ولیدیتش میکنیم، مثلا معتبرش میکنیم، چک میکنیم که معتبر باشه چه داخلش. یه لحظه هم پیش میاد که سمت سرور یا هر دوتا رو با هم. خب این کار رو انجام بدیم. خب من میام اینجا یک ببخشید. خب پس تا اینجای کار پیش رفتیم. خب گفتیم اگه آدرس معتبر نبود دبل اپلای میکنه، اونو میبره اونجا. خب بعد اینجا اطلاعات رو میگیریم. خب حالا اطلاعات رو یکی یکی باید چک بکنیم که اصطلاحاً درست باشن، اطلاعات درست باشن. برای اینکه این کار رو انجام بدیم شروع میکنیم به نوشتن. در ابتدا هم اصطلاحاً نیم رو بررسی میکنیم. ارور رو من اینجا رد میکنم، قبلا توضیح دادیم چرا گذاشتیمش. خب اول تریمش میکنیم، فضای خالیش از بین میبریم که بعد چک میکنیم که خالی نباشه. در ادامه اصطلاحاً چک میکنیم خالی نباشه. خب ولی ما اومدیم گفتیم که گفتیم که حداقل تعداد کاراکتر 3 تا می باشد. خب باید چک بکنیم خالی نباشه و تعداد کاراکتراش هم کمتر از 3 نباشه. در نتیجه میگیم که اگر اینجا empty بنویسیم بهتره. empty. خب گفتیم تا به empty اگر متغیری رو که بهش میدیم خالی باشه true برمیگردونه، اگه خالی نباشه false برمیگردونه. میگیم که اگه خالی اصطلاحاً خالی بود یا
یا اینجا و نباید بنویسیم، یا str len تابع str len یک رشته رو میگیره، تعداد کاراکتراشو برمیگردونه، طولش اصلا لن مخفف لن همون طول هست. str len اینجا شما همون نیم رو بهش میدید، اگر این یک اینتجر برمیگردونه، خب یک عدد برمیگردونه، تعداد کاراکترها رو برمیگردونه. اگر کمتر از 3 بود، خب اگر خالی بود نام و اگر کمتر از 3 بود این ارور رو بده. خب پس ما میایم اینجا یک خطی میدیم به همیشه، یه دونه همینجوری میدیم، یه ایمیلی هم همینجوری بهش میدیم. ارسال پیام اینجا میگه این خالیه، اینم میزنیم. خب پیغام خطایی که لطفاً لطفاً ایمیل خود رو وارد کنید. ببین تا اینجای کار این کار رو انجام دادیم. خب این از نام اول چک کردیم که اصلا خالی نباشه و اینا. خب حالا یک موضوعی هست که میخوام اون رو باتون در کراس حملات XSS کراس سایت اسکریپت، این منظور چی هست؟ خب ببینید ممکنه یکی بیاد اینجا اینجوری بنویسه، حالا من یه فایل دیگه بیارم چون این چپ به راسته کمی بد بنویسه. خب یکی بیاد اصطلاحاً اینجوری بنویسه، ببخشید. خب این چجوریه؟ یه نفر میاد این کراس سایت اسکریپت، یه نفر میاد داخل فرم خب کدای XML یا جاوا اسکریپت می‌نویسه، بعد خب ما اینو میبریم یه جای دیگه پرینتش میکنیم، مثلا واسه یه کاربر دیگه ما این رو ارسال میکنیم دیگه. اونجا ممکنه اون کدای جاوا اسکریپت اجرا بشن. یعنی چی؟ مثلا بیاید داخل فرض بگیرید چیز ارسالیه، اون چیزی که کاربر ارسال کرده خب این باشه، اون چیزی که داخل کادر نیم نوشته این باشه که من الان اینجا واردش میکنم. خب فرض رو بر این میگیریم که یه یوزری من میسازم، خب یوزر نیم من میسازم. خب فرض میگیریم که کاربر تو کادر نام این رو نوشته، اسکریپت یه تگ اسکریپت ساخته. خب داخل اون نوشته که مثلا alert مثلا you are hacked. خب این رو مثلا هک کرده، خب میاد این پیغام رو مثلا ارسال میکنه. خب من اینو بذارم داخل چیه؟ بخشید حواسم نبود، PHP. خب و میاد اینو در ادامه ما اینو اکو میکنیم. خب اینو بعد هیدر بذارید اینجا. خب میاد ما فرض میگیریم که اون اطلاعاتی که ارسال کرده تو کادر نام نوشته اینه. خب حالا ببینید چه اتفاقی میافته. یار هکت. خب این دقیقاً چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه یارو ممکنه با این کدای جاوا اسکریپت کوکی هامون رو بخونه، یعنی کوکی های کاربرای دیگر رو بخونه. همونطور که شما میدونید موقعی که تو وردپرس شما تو اون صفحه لاگین اون مرا به خاطر بسپار است و تیک میذارید، خب این فقط کافیه این کوکی رو بخونه دیگه، فقط کافیه اون کوکی رو تو کامپیوتر خودش بسازه، پس میتونه به عنوان مدیر وارد اون سایت بشه. خب این خیلی خطر، این فقط یکی از کاربرداشه. خب در نتیجه حالا من اینو پاکش میکنم، ما باید به قول معروف از توابع استفاده کنیم این تک ها رو از بین ببریم. خب میام بالا، در اینجا من تو نیم بودیم، آره. خب نیم رو باید اصلا استریپ تگش بکنیم. خب اول اینکه تریمش کردیم، بعد از قبل از اینکه تریمش بکنیم، خب اول تریمش میکنیم، بعد از تریم میایم اینجا میگیم نیم. خب استریپ تگ، خب خودش برابر خودشه.
خب نیم برابر استریپ تگ نیم. حالا دقیقاً چرا این کار رو انجام میدیم، چرا بعد از اینکه تریمش کردیم حالا استریپ تگش هم میکنیم، فرقی نمیکنه، ولی قبل از اینکه خالی بودنش رو چک بکنید حتما استریپ تگ رو بزنید، چون ممکنه شما تریمش بکنید خب بعد بیاید خالی بکنید، خب خالی نیست، ولی استریپ تگش که میکنیم خب ببینید مثلا اون اسکریپت یه محتوا داره، اون محتوا اون تگی هم که داخلشه از بین میره، حالا خالی میشه. خب پس بهترین حالت اینه که ما اول استریپ تگ رو اجرا میکنیم، بعد تریمش میکنیم و در نهایت چک میکنیم که خالی نباشه. خب این از این مورد بعد اینه که استریپ تگ حتما باید تگ کامل باشه که این حذفش کنه، مثلا باید یه چیزی شبیه این باشه، این به این حالت باید باشه که حذفش بکنه، یا اینکه تگ تکی باشه که حذفش بکنه. اگه علامت کوچیک‌تر یا علامت بزرگتر توش باشه حذف نمیکنه. حالا این جلوتر به دردمون میخوره، حالا بهتون میگم چرا. جلوتر که رسیدیم یه علت خاصی داره اونجا، خدمتتون عرض میکنم که با این کاراکترها هم یه کاریشون باید بکنیم. خب در ادامه واسه اینکه خیالمون راحت باشه که اگه یه کاراکتر خاص دیگه هم داخلش هست اون رو هم از بین ببریم، اصطلاحاً از اسپشیال چارز استفاده میکنیم. تابع اسپشیال چارز ما میام اینجا اون کاراکترها رو هم میخوایم از بین ببریم. convert special char in char to html entities. خب میام اینجا می‌نویسم name برابر است با special کار، اگرم اشتباه نوشتیمش، دقیقا اسم تابم دقیقا. حالا اینجا این به قول معروف تکمیل کننده کد اینجا به درد میخوره. خب اسپشیال کار نویسیمش، ببخشید حواسم نبود، HTML اسپشیال چارز. این یک تابع خیلی ساده که همینجوز هم ازش استفاده میکنه، ممکنه لحظه از خاطرتون پاک بشه. خب HTML اسپشیال چارز رو می نویسیم و همین تابع اول نیم رو بهش میدم، بعد در ادامه ENT چون باید یک چی هم بگیره، یک آرگومانی هم میگیره، ENT کوتوز رو بهش میدیم که یعنی که هم این چه کاراکترهایی رو عوضه، یکی آپوستروفه باشه، آمپرسنت حواسم نبود، سینگل کوتیشن، دابل کوتیشن، به اضافه کوچیکتر و بزرگتر. خب واسه اینکه تو حالت پیش‌فرض این ستا رو که عوض میکنه، خب ولی واسه اینکه این رو هم عوض بکنه باید بهش اصطلاحاً این آرگومان environment کد رو بدیم که این دو تا رو مثلا عوض بکنه. یک چیزی هم که برنامه‌نویسا پیشنهاد میکنن اینه که حتما تگ متا کارست صفحه رو بذارید روی UTF، خب یونیکد 8 میام اینجا. خب منظور اینجا داخل سربرگ هید هست. خب خطاهای اینجا رو نمیگیم، بریم پایین. یه لحظه این صفحه رو رفرشش کنم، ببخشید. خب اینجا تو تگ هیدتون یک متا داریم کارست، این حتما UTF 8 باشه. علتش این است که موقعی که این اسپشیال کار داره کار میکنه به انکودینگ صفحه خیلی اهمیت میده و این کاراکترهایی که گفتم مثل آپرسنت و اینا تو انکودینگ های مختلف حالت های مختلف دارن، واسه اینکه حتما بتونه تشخیصشون بده بذارید تو UTF 8. این انتهایی هم خب بهش میگیم UTF 8. این چی انتهایی هم میتونید، آرگومان انتهاییش اختیاریه، خب ولی اگه لازم شد میتونید استفاده بکنید. اصطلاحاً ببینید اینجا به صورت پیش‌فرض کامپیوتر وسطی انوایرمنت کامپکت هست. خب اینجا کارستیه که استفاده میکنیم.
خب UTF-8 باشه حتما اگه صفحه هم تو اون حالته. این کمک میکنه که راحت‌تر این کاراکترها رو گیر برو تبدیلشون بکنه. خب اینجوری از بدون استفاده از اگه حتما خب چون ما اینجا داریم چی رو نیاز داریم. خب ببخشید چون ما اینجا این تگ این اطلاعاتی که تو نیم ارسال میشه خب نمیخوایم که به همون شکلی که ارسال میشه ذخیرش بکنیم. یعنی ما قصد نداریم که اگه کاربر حتی اگه تگ HTML هم نوشت استفاده بشه خب اسکریپت تگش میکنیم. خب ولی اگه لازم بود که به همون شکلی که لازمه ذخیره بشه این اسکریپت تگش رو ور می‌دارید. خب اینو نمی‌نویسید ولی حتما اسپشیال کار رو به کار ببرید که شکل به قول معروف موجودیت‌های HTML ذخیرهشون بکنه. واسه اینکه دقیقاً ببینید چه اتفاقی میفته من اینجا میام بعد این تگ هیدر دوباره خب اینجا ببینید یه متغیر می‌ذارم اسمش رو میذارم str داخلش می‌نویسم مهدی. خب ببینید یک سینگل کوتیشن دادم اینجا عباسی یک اسکیپینگ میکنم. خب یک دابل کوتیشن هم دادم کوچکتر بزرگتر و آمپرسند رو هم بهش میدم. خب در ادامه بهش میگم که این رو تو خروجی واسه من چاپ بکنه. میام اینجا میگم که اکو HTML اسپیشال چارز. خب این str رو میگم تو خروجی واسه هم چاپ بکنه. یه رفرشی میزنم که میبره میشه بالاتر. این آخرش ببینید اینا رو تو خروجی چاپ کرده. خب حالا من اینا رو یک اصطلاحاً انتخابی میزنم کنترل یو میزنم که سورس کد صفحه رو ببینم. خب ببینید سینگل کوتیشن رو تبدیل نکرده دابل کوتیشن بزرگتر و کوچکتر و آمپرسنت رو تبدیل کرده. خب من میخوام همشون تبدیل بشن. خب وقتی که میخوایم همه تبدیل بشن همونطور که گفتم پارامتر دوم رو میدیم ent کوتوس. خب این کامپکت هست. خب حالا رفرش رو میزنم خب اینجا میگه که اشتباه نوشتیدش برمیگردیم خب یک نگاهی که بندازیم حالا این کوتیشن ها رو اشتباه نوشتیم اگه اشتباه نکنم این شکله این یا او یو هم فکر کنم چون حالا برعکس میشه. حالا من یه بار دیگه اینو رفرش بزنم. خوبی آپتانا استودیو همینه. آها ببینید حالا سینگل کوتیشن رو هم یک غلط املایی بود. خب خوبی آپتانا استودیو همینه این ثوابت رو هم کانستانت ها رو هم نشون میده. حالا اینجا تو جینی مجبوری اینا رو به قول از حافظه استفاده بکنه آدم که حافظه منم ضعیفه. خب سینگل کوتیشن رو هم تبدیل میکنه دابل کوتیشن. پس ببینید به صورت پیش‌فرض انوایرمنت کامپکت بود که سینگل کوتیشن تبدیل نمیشه ولی باید بذاریمش رو انوایرمنت کوتوس که اون رو هم تبدیل بکنه. اینم از اسپشیال کارها. خب اصطلاحاً کاراکترهای خاص که ما اینجا حالا اومدیم اونا رو هم این کار رو هم انجام دادیم. این از نام. خب حالا میریم سراغ ایمیل. خب این از این مورد. خب برای ایمیل کارهای خاصی هست که حالا باید انجام بدیم اصطلاحاً. خب اولی که تریمش میکنیم بعد از اینکه تریمش کردیم و مطمئن شدیم که خالی نیست خب میخوایم حالا چک بکنیم که حتما ایمیل باشه. خب برای اینکه چک بکنیم که حتما ایمیل هست یا نه میتونیم از یک دستور که تو PHP 5 به بعد وجود داره استفاده بکنیم به اسم فیلتر بار. خب
این فیلتر وار حالا دقیقا چی کار میکنه؟ ببینید فیلتر وار یک داده ای رو بهش میدیم. حالا اینجا ما ایمیل رو میخوایم دقیقا یه کاری انجام بدیم. خب بعد از اون یه سری ثوابت حالا اینجا ما میتونیم بهش بدیم. این میاد چیکار میکنه؟ بر اساس اون آرگومانی که تو این بر اساس این مقداری که تو این آرگومان دوم مینویسیم یه سری آزمایش‌ها رو روی اون ورودی که حالا این ایمیل باشه انجام میده، یه جوابی رو برمیگردونه. ما میخوایم بفهمیم ایمیل هست یا نه. خب ببینید این از لحاظ چی چک میکنه؟ اصطلاحاً سینتکس یا همون قاعده زبان چک میکنه که ببینه آیا این الان مثلا ایمیل من mehdi.abbasi همون mehdi@gmail.com هست. خب ببینید این ایمیل ها یک قاعده خاصی دارن. یکی اینکه اینور یک سری رشته هست به اضافه حالا ممکنه نقطه ای چیزی هم باشه، ادساین در میانه و بعد نام سایت و بعد نقطه پسوند سایت. خب این چک میکنه دقیقاً این سینتکس رو داشته باشه. خب این به این اگه ترو برگردونه به این معنی نیست که حتما اون ایمیل وجود خارجی داره. خب به این معنیه که این رشته ای که ارسال شده از لحاظ ساختاری و همون سینتکس به یک ایمیل میخوره. خب در اینجا می نویسیم که اون ثابتی که باید استفاده بشه فیلتر ولیدیت، یادتون باشه که باید بزرگ بنویسیدش، ایمیل. خب خب این چیکار میکنه؟ فیلتر وار اگه این با قانون سینتکس ایمیل داشته باشه ترو برمیگردونه. این فیلتر وار این چیزی که اینجا نوشتیم این ثابت فیلتر ولیدیت ایمیلی که استفاده کردیم میگه که به فیلتر وار میگه که چک بکن ببین این ایمیل این رشته ای که من بهت دادم خب مقدارهای مختلفی قبول میکنه، یکیشون فیلتر ولیدیت ایمیل هست. خب اینجا خب میگیم این ترو برمیگردونه اگه این باشه. خب من میگم اگه نبود، یعنی اگه فالس بود یک علامت نقیض میذارم. خب اینو میکنه ترو، در نتیجه این ایف اجرا میشه. اگه نبود ارور. خب برابر است با لطفاً یک ایمیل معتبر را وارد کنید. خب این هم از این در انتها میبندمش. خب واسه اینکه این ایمیلامون بهتر ظاهر بشن در انتها اینو ایمیلامون یک آرایه قرار میدیم. خب به جای اینکه رشتهش بکنیم و هر دفعه یک، خب اگه شما بعد یک متغیری کروش بازو بسته خالی بذارید این خودش به انتهای اون به یه آرایه تبدیلش میکنه میذاره اون انتهاشون. خب اگه آرایه باشه خب به این شکل یک ایمیل معتبر رو وارد کنید. واسه اینکه چه باشه میبینید انتها اینجایی که اشاره نوشته. خب واسه اینکه اون چون ما اینو الان کردیم آرایه، ارورا یکمی باید این پایین رو تغییر بدیم. خب این قسمت که ارورا چاپ میشن این قسمت رو باید به این شکل قرارش بدیم که UL ULی میسازیم. اینجا تگ PHP من باز میکنم بذارمش توی for each error از ER مثلا and for each همو میذارم تا یادم نرفته، میبندم و میام اینجا می نویسم که لی، یه تگ لی بساز و داخل اون تگ لی اکو ار، این ارور رو چاپ بکن. اینم خب هیچی، پاکش میکنیم بره پی کارش. خب به این شکل در میاد. خب این تگ h3 رو هم حالا بر میداریم، نمیخوایمش چون دیگه خیلی گنده چاپ میشن اونجوری. این خط از بین میبرم، این خط رو هم از بین میبرم، یکم هم اینا رو میدم عقب‌تر. خب من میبندمش. خب یک رفرشی میزنم.
خب میگه که لاین 80 مون اینجا یک سمی کالن نذاشتیم درد سر شد. هنوزم میگه لاین 80 مون مشکل داره. خب اینجا یک فور ایچ داریم که شروع شده. این کالن رو بعد میذاشتیم، این کالن رو نذاشتیم مشکل ایجاد کرد. خب حالا به این شکل میاد. خب یک نامی همینجوری می نویسیم. ایمیل رو هم مثلا من میذارم به این شکل، میذارمش نامعتبر، میذارمش ارسال پیام. میگه که نامعتبره، یه اسی همینجوری میدیم، دوباره میزنیم. خب این خود مرورگرم خوب حساب میکنه ها. یه اسی میذاریم، حالا ارسال رو میزنیم. خب حسابی تو گلوش گیر کرد. من میام بالا، یک رشته خطا اینجا ظاهر کرده، دقیقا معلوم نیست. خب کانتکت اس لاین 18 میگه که ببینیم پیغام خطاش چی هست. آنلاین اینجا این کانتکت ها یک آسی بهشون اضافه کنید. یا کانتکت آس، کانتکت سابجکت، کانتکت میسیج. خب حالا یک رفرش دیگه این ور بنزنم. خب کنترل یو میزنم واسه اینکه مرتب تر در این قسمت ظاهر میشه. میگه که تابع استریپ تگ همچین تابعی نداریم. استریپ خب استریپ تگ این هم از این دوباره ببینید غلط های املایی هم میشه چون تون دادم تایپ میکنه. خب این حالا کمی عجیب شد. استریپ تگز رو میذاریم. باشد استریپ تگز هست، حالا میگم یک اس رو بهش میدیم. خب حالا در ادامه خب به این شکل در میاد. این واسه این که بتونیم خوب اصطلاحاً حالا مثلا خب این هم از این تا ایمیل پیش اومدیم، پس ایمیل رو هم چک میکنیم که مشکلی نداشته باشه. خب در ادامه میرسیم به سایت. خب سایت رو خب بالا ما اینجا اصطلاحاً گرفتیمش. خب تنها کاری که لازمه انجام بدیم اینه که بگیم سایت برابر است با، چون سایت چیز اجباری نیست، فقط یه استریپ تگزی بزنید روش. اینجا استریپ تگز سایت و سایت برابر است با تریمش رو هم اصلا تریمش هم میکنم سایت و در اسپیشال کار رو هم روش اجرا میکنم. سایت برابر است با HTML اسپیشال کارز سایت. خب این هم از سایت و بعد موضوع هست. موضوع هم به همین شکل
اینجا می‌نویسیم escape site value و اینجا escape subject value. خب فقط سایت رو میکنیم subject. خب اگه توجه بکنید من اد اسلش رو هیچ کدوم اجرا نکردم. تو جلسه قبل گفتیم که یکی از مواردی که استفاده میشه اد اسلشیز هست. خب یه چیزی رو فراموش نکنید، وردپرس تمام داده هایی رو که دریافت میکنه از مرورگر رو خودش به صورت اتوماتیک اد اسلشیز رو روشون اجرا میکنه. پس لازمی نداره که شما از تابع اصطلاحاً اد اسلشیز استفاده بکنید. خب خودش به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میده. خب این هم از موضوع و در ادامه اصطلاحاً ادامه ما اینجا در ادامه میرسیم به میسیج. میسیج اول اینکه تریمش میکنیم. قبل از تریم من استریپ تگز رو روش اجرا میکنیم اگه تگی داره از بین بره و بعد تریمش میکنیم و بعد چک میکنیم خالی نباشه. اصطلاحاً علامت تعجب empty میسیج. خب لطفاً پیام خود رو وارد کنید. چون آرای هست از این حالت استفاده میکنیم. خب و بعد میگیم که اگر خطایی وجود نداشت ایمیل رو ارسال کن که قبلا در مورد این هم صحبت کردیم. تابع get option که از دیتابیس ادمین ایمیل رو میخونه. بعد ما سابجکت رو اینجا تماس با ما، اینجا سابجکت رو مجبوریم عوض کنیم چون از چی میگیریمش؟ اصطلاحاً از صفحه باشه با اینو برش گردونم. پیام ارسال شده در صفحه تماس با ما، فقط چون ما اینجا سابجکت داشتیم دیگه، خب اینو باید یه استفاده ای ازش ببریم دیگه. در نتیجه اینجا میاد می نویسید که در ایمیل تو، خب میایم در این قسمت می نویسیم که خب میسیج رو اضافه میکنیم اصطلاحاً به اون موضوع به این شکل. میسیج برابر است با کانکتنیت باید بکنیم. خب به این شکل می نویسیمش، ولی به این شکل باید بنویسیدش برابر است با موضوع. خب concatenate، همونطور که میدونید علامت جمع دو رشته داخل PHP نقطه هست. concatenate دات میذاریم. concatenate اصطلاحاً و subject رو اضافه میکنم. اینجا لازم تو این موضوع نمی نویسیمش، یک خطی اضافه میکنیم به خود پیام به اسم موضوع subject. خب به اضافه یک علامت خط جدید. حتما باید علامت خط جدید رو بذارید داخل به قول معروف دابل کوتیشن. بکسلش n هم هست تو فایل txt. علامت خط جدید میشه بکسلش n. خب اینو اضافه میکنیم و در انتها خود میسیج. این هم از این. خب اینجا چک میکنیم که اصطلاحاً خالی نباشه ارور. اگه یک آرایه تو خالی باشه فالس برمیگردونه. میتونیم از همون تابع empty استفاده کنیم، بهتر هست. خب اگر خالی نبود اینکه ایمیل تو هست، ایمیل سابجکت رو هم اینجا نوشتیم و میسیج رو هم که در اینجا. و اگه خطایی رخ داد
خب داخل ارور ذخیره میشه و میایم در ادامه ببینیم که چه کاری دقیقا باید انجام بدیم. در ادامه میایم که میگیم که اگر فرم ارسال شده بود، این تو رفتگی های کدای بالا رو من نگاهی بندازم، فکر کنم بعضیشون اشتباهه. اینجا از اینجا تا انتها رو میگیرید یه لحظه تا اینجا. خب یه تب میزنم که تو رفتگی داشته باشه. خب حالا درست شد، تو رفتگیشون نسبت به این ایف درست شد. خب بعد میایم در این قسمت. خب اگر این ارسال شده بود، این true بود. اگر خالی نبود empty، اگر ارور خالی نبود خب یعنی خطایی وجود داره دیگه. خب اگر ارور خالی نبود اینجا ببخشید شما این امتی بالایی رو باید حتما رو باشه. اگر ارور خالی بود ایمیلمون باید ارسال بشه. خب اگه خالی نبود که یعنی خطایی رخ داده، این ایمیل اصلا نباید ارسال بشه، پس این نقیض این یکی رو برمی‌دارید. خب اینجا میگیم اگر ارور خالی بود. در این قسمت هم میگیم که اگر میسیج اصطلاحاً خالی بود، این ارور رو اجرا کن. بالایی رو ببینیم امتیشون درست باشه. بله اینجا که درسته. این ایمیل هم به همین سبک بقیه می نویسیمش، از تابع امتی استفاده میکنیم. خب فقط این نیم رو میکنیم ایمیل. خب این هم از ایمیل. بعدش هم که این پایین چک کردیم که حتما ایمیل باشه. خب این نقیضه این یکی لازمه، حتما باید باشتش، چون این ترو برمیگردونه اگه درست باشه، فالس برمیگردونه. بعد این نقیض تروش میکنه، این اجرا میشه. خب میایم به پایین و درست، مشکلی نیست. میایم اینجا میگیم که اگر امتی یعنی ارورها خالی نبود، یعنی وجود داشت، اروری وجود داشت، اینجا خطا یک یو ال بساز. بعد هر خطایی رو تو یک خط تو لی برای ما ذخیره کن. خب و تا دیگه بقیه کدها هم به راحتی اجرا میشن. این رو هم میتونیم هر کدوم یه خط اضافه داره، من این رو برمیگردونم. خب از اینجا انتخاب میکنم تا اینجا. خب این ایف باید تو رفتگی داشته باشه. این هم خودشون درستن. خب این یک، این دوتا، این هم دوتا. بخشید خب اینجا و این else، این اسپن هم یک هم تو رفتگی و این هم از این و این اند ایف و این هم. خب حالا تو رفتگی ها درست شد. خب این رو هم به همین شکل می نویسیم اصطلاحاً. خب من میام پایینتر. این هم از فرممون. پس همونطور که دیدید از چیزهای موجود استفاده کردم، فرممو دوباره ساختم و گفتم که اون کدهای قبلی رو به پروژه دیگه منتقل میکنیم. از خصوصیت ریکوایرید استفاده کردم که خود مرورگر چک بکنه که خالی نباشه، ایمیل معتبر باشه. خب فقط یک چیزی که میمونه، هم ببینید مثلا یک خطایی که اینجا داریم، لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید. ایمیلی که وارد کردیم از نگاه اون تابع معتبر نبوده. خب فقط چیزی که میمونه چیزایی که یک کمی ظاهر بهتری به فرممون بدیم. یک و اینکه من یک رفرشی بزنم، ببخشید.
خب یه سری پیغام خطا اینجا ظاهر میشه، نگاهی بندازیم این مثلا مال چی هستن. خب میگه که این چیزی که وارد کرده درست نیست. این بالاتر اینجا اسپیشال کار اینا هم. خب اینو environment foods به این شکل هست. اون قسمت هایی هم که جاهای دیگه هم که این تابع رو به کار بردیم و ننوشتیم هم یه نگاهی بکنیم، اضافه بکنیم. خب این یکی هم دقیقاً به همین شکل هست. خب بعد از این سایت، خب برای بقیه هم بذاریدش حتما که بعد این environment کتوزش حتما باشه. بس به اونایی که نذاشتیمش حتما اضافهش بکنید. خب جای دیگه ای هم که خب اینجا trim tags message trim موضوع. خب و بعد ارسال میشه. اصطلاحاً خود میسیج رو دیگه اصطلاحاً در انتها ارسال میکنیم. خب میریم سراغ مرورگر، یه بار دیگه رفرش رو میزنیم. continue. خب پیغام خطا هم از بین رفتن، فقط میگه ایمیل معتبر براتونه که این مال خود فرمه دیگه، این هیچی. خب میایم و این قسمت هم خطا رو نشون دادیم. خب همونطور که دیدید فرمو ساختم، یک دیسکریپشنی هم اضافه کردیم، اصطلاحاً پلیس هولدر ها رو هم دادیم. فقط یک چیزی کوچولویی که میمونه بهتون بگم، یه چیزی رو تاکید میکنم این که گیج نشید. خود وردپرس تمام داده هایی که چه از طریق این قسمت بزرگ بنویسم get چه به پاست ارسال بشن، اونها رو تریم باشید، اونها رو اد اسلشیز میکنه، اد اسلش رو روشون اجرا میکنه. لازمی نداره شما از تابع اد اسلش استفاده بکنید، اینو در ذهن داشته باشید حتما. خب واسه اینکه بدونیم این تگ چیه، اینجا یک چیزی هم من به این اضافه میکنم، داخلش مینویسیم end of content div tag. خب که بدونید در این قبلا توضیح دادیم، مال جلسه قبله که اینو گذاشتیم، تگ دیو رو میبست. خب این هم از فرممون. خب فقط تو جلسات بعدی رو ظاهرش کار میکنیم. یه سری توابع هست. خب ما اینجا تاجیکتون الان فقط از توابع خود اصطلاحاً چی استفاده کردم، خود پی اچ پی. خب حالا یه چیزی که میمونه، خب میگیم اگه یه موقع اشتباه بود، خب دوباره اطلاعات رو باید داخل این فیلدها بنویسه دیگه. ببینید الان مثلا خطا گرفته، هیچی ننوشته که رو تصحیح بکنه. خب برای این کار چی کار میکنیم؟ خب واسه اینکه کارو راحت باشه دیگه، اینجا هی نیم بنویسیم که مثلا if اگر چیزی ارسال شده بود تو value چیزی بنویس. خب واسه اینکه این اتفاق نیفته از همون قبل، خب این بالا اینجا که همه رو وارد میکنیم، اصطلاحاً اینجا که وارد میشن بعد همه به صورت ردیفی اینجا چک میشن میان تا این پایین دیگه. خب درسته. از همون قبل اون بالا میایم این متغیرها رو میسازیم دوباره. فرم variable. خب این رو من هم ردیف میکنم، همه رو خالی بذارید، پاک بکنید راحت. خب به این شکل همه رو خالی بذارید.
سمیکالن ها همه رو میذارم. خب چرا این کارو کردم؟ خب چون اگه این کارو نکنیم اینجا مجبوریم کلی ایف و چی بنویسیم که بخوایم این ولیو ها چیزی بنویسیم دیگه. بعد اولی که چک بکنیم مثلا این متغیر وجود داره، چون اگه من بیام این کارو نکنم اینجا بیام فقط بنویسم اکونیم، این ممکنه دچار پیغام خطا بشه. چرا؟ اگه اینا رو ننوشته باشیم. خب چرا؟ چون متغیر نیم فقط در صورتی به وجود میاد که فرم ارسال شده باشه، در نتیجه اونجا خطا میده. خب واسه اینکه اونجا خطایی رو من نبینم میام اینجا این متغیرها رو از قبل میسازم. خب اگه فرم ارسال شده باشه خب اینجا مقدار دهی میشن، اگه هم نه خب همونجوری خالی میمونه. در نهایت خیلی راحت میام اینجا مینویسمشون. اکونه مثلا برای ولیو این یکی، برای ایمیل هم خب ایمیل هست. فقط ببخشید حتما باید اسکیپ اتریبیوتش رو هم بذارید. خب جا اسکیپ attr attribute، چون اینا خصوصیت هستن باید حتما تبدیل بشه کاراکتراشون. نیم من می نویسم. خب واسه بقیه هم همون کپی پیست میکنیم و فقط اون نام متغیر رو تغییر میدیم. نیم میشه ایمیل، بعدی ایمیل سابجکت ولیوش رو من بذارم سابجکت و باشد این یکی سایت هست. این یکی سابجکته. خب و در نهایت این تکست اریا هم که میسیج هست اون رو می نویسیم. فقط این یکی فرق داره قضیهش، تکست اریا اینو بین این دوتا تگ باید بنویسید به این شکل. و این اسکیپ اتریبیوت اینجا دیگه باید از تابع مخصوص خود چی استفاده کنید، تکست اریا، چون ما اینجا الان دیگه تو اتریبیوت نیستیم دیگه. خب داریم تو چی می نویسیم؟ داریم تو محتوای تگ می نویسیم. از تابع اسکیپ تکست اریا استفاده می کنید. خب پس همیشه به خاطر داشته باشید در تکست اریا ها مناطق متنی برای نوشتن و برای اینکه بقولم اسکیپ بکنیم اون کاراکترهای خاص خودشون تبدیل بشن باید از تابع اسکیپ به تکست اریا. این تابع اسکیپ اتریبیوت اسکیپ تکست اریا مال وردپرس هستن، مال پی اچ پی نیستن، خاطر داشته باشید. خب یه بار دیگه من رفرش رو میزنم. حالا ببینیم مقادیر قبلی رو چون خطا داده اینجا می نویسه. خب ببینید مقادیر قبلی رو هم نوشت. خب اینجا یک علامت چی من میدم. من اینجا یک چی بزنم، تکست اریا رو نگاهی بندازیم ببینیم که مقدارش به چه شکل وارد شده. پیام خود رو وارد کنید ببینید در این قسمت پیامش هم وارد شد اصطلاحاً. خب یک بار دیگه من یک نگاهی ببینید پیام رو هم در این قسمت ما داریم، هیچ مشکلی نیست. خب حالا ما میایم یک مقدار خاصی رو مثلا به این میدیم مهدیز and cards. خب ارسال پیام من میزنم. خب ببینید هر چیزی که بعد از اون هست اصطلاحاً پاک میکنه. این به خاطر اسکیپ اتریبیوتی است که ما به خاطر روی چی به کار بردیم، اصطلاحاً تگ تکست اریا به کار بردیم. خب اینجوری که میبینید همه رو از بین میبره. واسه اینکه حالا دقیقاً این اتفاق نیفته قبل از اینکه خب باشد این نیم هست میگم باید بذاریم روی میسیج. من میگم چرا اشتباه چاپ میشه. سه بار دیگه ما این رو رفرشش میکنیم. خب ببینید یک
به این شکل در میاد. خب یه مشکل کوچولو داریم، همون حالت قبلی خودمون شد، موضوع رو اضافه کرد چیزی که ما اینجا نوشته بودیم. واسه اینکه این حالت رو هم برطرف کنیم میایم بالا، این قسمتی هست که میسیج رو میساختیم. خب در این قسمت این رو اینجا میگیم اگر خالی بود میسیج به این شکله که else اینجا بذارید، else وگرنه میسیج برابر باشه با چه. خب یا اینکه این else رو نذارید، فقط بگید که اگر هیچ خطایی رخ نداده بود میسیج برابر است با چه، که اینجا می نویسیم به این شکل بنویسیدش، فقط اسمش رو تغییر بدید، بذارید مثلا فینال میسیج. خب خودمون میسیج رو دست نمیزنیم. این خطوط اضافه رو هم پاک میکنم و در انتها یک کامنتی هم واسه میذاریم send the email to the blog admin یا admin blog admin. خب این هم از این. خب حالا رفرش رو میزنیم. خب مشکل برطرف شد، فقط فینال میسیج رو بردارید و بذارید جای این میسیج این قسمت. حالا درست شد و اینجا ما ایمیل سابجکت اصطلاحا نداریم. خب بله درسته، ایمیل سابجکت اینجا فینال سابجکت ایمیل تو و درست. خب فقط یکی مسئله ای میمونه، من برم به همون تکست اریا. اینجا توجه کنید ببینید، همونطور که میبینید من اسلشی که باشید اون موقعی که شما از کوتیشن یا دابل کوتیشن استفاده میکنید این یک اسلشی میذاره بعدش. خب اینو همیشه هست تو خود اصلا تو مال پی اچ پی هست، تو وردپرس چون اینا باشه تو پی اچ پی هست به صورت پیش‌فرض موقعی که این ارسال میشه اینه، چون اینا اد اسلشیز میشن توسط خود وردپرس. خب این یه اسلشی بهش اضافه میشه. موقعی که اسکیپ اریا رو اجرا میکنیم اون برطرف نمیشه. در نتیجه قبل از اگه میخواید این رو تو این قسمت چاپ بکنید، قبل از چاپش خب باید این حالت رو هم روش انجام بدید. میاد بنویسید add slashes. خب همونطور که میدونید اساسی گفتیم که یک مقداری رو میگیره و اون رو اسکیپ میکنه اصطلاحا. خب اینجا چون اد اسلشی شده شما یه بار اینو استریپ یعنی استریپ اسلشز بکنید قبل از اینکه مثلا ببخشید من اینو اشتباه نوشتم مثلا. خب چاپ بشه تو خروجی. خب چطوری اینجا میبینیم استریپ اسلشز. خب یه بار استریپش میکنیم، بعد از اینکه استریپ شد تو خروجی خب چاپ میشه. یعنی چی؟ اول اون چون با تابع اد اسلشیز، چون تابع اد اسلشیز به سینگل کوتیشن ها و دابل کوتیشن ها یک کاراکتر اسکیپینگ یا همون بک اسلش اضافه میکنه، موقعی که ما میخوایم چاپش بکنیم واسه خصوصیت تکست اریا یا متن تکست اریا، خب اون بک اسلش هم همراهش میاد. واسه اینکه این از این حالت خارج بشیم به قول معروف دوری بکنیم از این حالت، میایم قبل از اینکه بدیمش به اسکیپ تکست اریا خب تابع استریپ اسلشیز رو روش اجرا میکنیم تا اون رو از بین ببره و بعد اون رو میدیم به تابع اسکیپ تکست اریا. خب حالا ببینیم یه بار دیگه. خب ببینید حالا درست شد. خب این هم از این. خب یه بار دیگه کد رو سریع نگاه میکنم. گفتم که چون داشت خیلی طولانی میشد کانتکت از فرم، من اومدم اون کدای قبلی رو منتقل کردم به پروژه دیگه برای پلاگین ساختن. تو این پروژه متغیر کانتکت سنتو میذاریم روی فالس. این متغیری است که اگه چک میکنه که آیا فرمی ارسال شده یا نه، ما نتیجه رو تو این ذخیره میکنیم، فالسش میکنیم. به تعداد فیلدامون اینجا متغیر میسازیم، خالی میذاریم همه رو. خب که در انتها موقعی که داریم اینجا چاپ میکنیم کارمون راحت باشه. اینجا موقعی که داریم مقادیر رو تو ولیوها چاپ میکنیم کار راحت باشه، کلی ایف و چی ننویسیم که اگه خالی بود، اگه فرم ارسال شده بود و این حرفا. خب
خب بعد از اون چک میکنیم اگه پست خالی نبود، یعنی چیزی ارسال شده بود و اگه کانتکت آسنت وجود داشت، خب داخل اون کانتکت آسنت چی هست؟ چیزی هست که ما داخل فرم گذاشتیمش اینجاست، یک هایدن هست، یک اینپوت تا هایدن هست که ولیوش یک، اگه وجود داشت یعنی ارسال شده. خب چک میکنیم در این قسمت که فرم از طرف خود همین صفحه ارسال شده باشه. در ادامه تمام پست ها رو میذاریم داخل متغیرهای مربوطه. یک متغیری به اسم ارور ساختیم، اونو گذاشتیم روی اصطلاحاً یک آرای تو خالی هست که خطاها رو داخل خودش نگهداری کنه. خب نیم استریپ تگزش میکنیم، اول تگاشو از بین میبریم و بعد تریمش میکنیم، فضای خالیش از بین میبریم. اگه خالی بود یا کوچکتر از 3 بود لطفاً کادر نام را پر کنید و حالا این کارش دشون نیستش، زیاد مهم نیست. در ادامه اسپشیال کار رو روش اجرا میکنیم که کاراکترهای خاصش رو از بین ببریم، چون میخوایم اینو ارسال کنیم برای یک اصطلاحاً هدفمون. بعد در این قسمت چک ایمیل رو میزنیم، ایمیل رو چک میکنیم، اگر ایمیل خالی بود خطا میده، اگه ایمیل معتبر نبود یک خطای دیگر رو برای ما صادر میکنه. خب اینجا یک else بذاریم بهتره. خب else if مثلا به این شکل اینجا می‌نویسیم else if، درست. اگر خالی بود و اگر چی نبود، چون اگه خالی باشه مطمئنا ولیدیت هم نمیشه دیگه، بس 2 تا پیغام خطا زار میشه. خب میگیم یک ایمیل خودت وارد کن، دیگه دلیل نداره بگیم ایمیل معتبر وارد کن. در نتیجه میگیم به این شکل می‌نویسیمش. خب یا اینکه میتونید بنویسید که من اینو برمیگردونم. خب این رو کامپلت پاکش میکنید. خب هیچ نیازی بهش نیست. خب اینجا می‌نویسیم if empty، اگر ایمیل خالی بود یا فیلتر وار ولی چی تروش اصلا فالس، یعنی این معتبر نبود، لطفا یک ایمیل معتبر رو چاپ بکنید، این بهتره، خیلی بهتره. خب سایت رو هم استریپ تگز میکنیم، تریم میکنیم، اسپشیال کارش اجرا میکنیم روش. سابجکت رو هم همین شکل، میسیج رو استریپ تگز میکنیم، تریم میکنیم، اسپشیال کار روش اجرا نکنید چون حالا متنمون اصلا HTML نیست اصطلاحاً. یا میخواید اون رو هم میتونید اجرا کنید، به قول معروف زیاد مهم نیست. و در اینجا if اگر خالی بود میسیجمون ارور، خب این ارور رو میده در انتها. اگر خالی بود چیه ارور، متغیر ارور که آرایه هست. فینال میسیجمون میشه مقدار موضوع concatenate subject concatenate next line اصطلاحاً که با که حتما باید داخل دابل کوتیشن باشه که next line یا همون مدل اینتر هست، میشه backslash n و concatenate خود میسیج ایمیل تو. اینا رو قبلا با هم کار کردیم. این مقدار هم این قسمت یک کمی تغییرش دادیم، گفتیم که اگر کانتکست ترو بود یعنی فرم ارسال شده بود و ارورها هم خالی نبود یعنی اروری وجود داشت، بنویس خطا یو ال بعد فور ایچ کردیم اون آرای ارور رو، هر اروری رو داخل یک خط چاپ میکنیم. و فرمو هم که در ادامه دیدید که به چه شکل در آوردیم و اومدیم که اینجا در این قسمت فقط فرقشون این بود که تکست اریا رو با تابع اسکیپ تکست اریا چاپش میکنیم، نه اسکیپ ATTR. و قبل از این چون خود وردپرس اد اسلشیز رو روی تمام داده های گت و پستی که ارسال میشن اجرا میکنه، با استریپ اسلشیز اول از بین میبریمشون، بعد با تکست اریا در خروجی چاپ میکردیم. این هم از این مورد. خب شاید براتون سوال پیش اومده باشه که این نام ها چیه، یعنی روی اونها ادسلسی چون روی اونها هم به قول معروف اعمال میکنه، آیا روی اونها هم تأثیری میذاره یا نه؟ این روی امتحانی میزنیم. خب ببینید اینها هم این مشکل رو دارن. خب برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم میایم اینجا. خب
یه کار بهتر، میاد این متغیر رو بردارید از اینجا، من خطوط از بین میبرم، از اون بالا برش میداریم، بیاریدشون پایین، یه کار بهتر. خب بیاریدشون این قسمت. خب این قسمت که میگه که اگه فرم ارسال شده بود و اگه خطایی خب وجود نداشت، خب بعد یک الس هم اینجا داریم، درسته؟ خب بیایید دقیقاً اینجا قرار اون کدا رو ما قرار میدیم، ولی به این شکل، این بار به این شکل. خب یا برای اینکه راحت تر باشه حتی میتونید ببریدش در انتهای در این انتهای این قسمت واردش بکنید. اینجا می نویسیم که if contact us sent true بود، خب و چه error خالی بود، error خب خالی بود. خب میگیم اگر فرم ارسال شده بود و error خالی بود، یه else هم براش بذارید، یعنی اگه فرم ارسال نشده بود اینها رو بذارید اینجا، نیم و اینا همه خالی میشن. خب خب اینجا خالی نبود باید بذاریم، اگه فرم ارسال شده بود و ارور هم خالی نبود مثلا فلان کارو بکن. خب یک این رو دوباره شما پیستش میکنید، ببخشید استریپ اسلشیز رو روی همشون اصطلاحاً اجرا میکنید. استریپ اسلشیز خب نه درسته، واسه بقیه هم همین کارو میکنم، سایت و سابجکت و میسیج، فقط نامه رو اینجا درست میکنیم، ایمیل رو میذاریم روی ایمیل، سایت رو میذاریم روی سایت، سابجکت رو هم میذاریم روی سابجکت، میسیج هم به همین شکل. خب حالا دقیقاً اصطلاحاً چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم گفتیم که فقط این تکست اریا رو حالا باید اینجا عوضش کنیم، خب چون اونجا استریپش میکنیم دیگه لازم نیست دوباره استریپ تگش بکنیم دیگه، همین رو برمیدارم. خب به این شکل در میاد اسکیپ تکست اریا میسیج. خب حالا میام بالا، در این قسمت خب میگم که اگه فرم ارسال شده بود و خطایی هم وجود داشت، یعنی ارور نبود، خب اینا رو پر کن واسه من، و اگه فرم اصلا ارسال نشده بود، خب اینا رو اصطلاحاً چیکار، حالا میتونیم مثلا چون این بعد یک مشکل کوچولویی که ممکنه اینجا اصطلاحاً خب مشکلی به وجود نمیاد، میگیم اگه فرم ارسال شده بود و این خالی نبود، اصطلاحاً این کارا رو برای ما انجام بده. اینو رفرش میزنیم، من کانتینیو رو میزنم، خب ببینید مشکل برطرف شد. خب تو حالت عادی هم یک بار صفحه رو بالا میاریم، همیشه تو فرماتون یه بار تو حالت عادی بالا بیارید، یه بار با حالت رفرش که ببینید تو دو تا حالت پیغام خطایی صادر نکنه. خب میگیم که اگه اصلا چیزی ارسال نشه اینا رو خالی بذار و در نهایت میتونیم خیلی راحت بدونیم که ایفی چیزی استفاده کنیم ولیو ها رو پر کنیم. این میشه یک به قول ما تجربه واسه آیندهتون که همیشه مقادیر داخل فرم و قبل از داخل فرم اینجا ستشون بکنید، مثلا اگه لازمات خالی معمولی بذارید که بتونید اونجا راحت بذاریدشون بدونید که ایفی چیزی استفاده بکنید.
این هم از این مورد. این استریپ اسلشیز ها رو هم به خاطر این استفاده کردیم که گفتیم که خود وردپرس از اد اسلشیز استفاده میکنه. حتما در انتهای اسکریپت قبل از چاپ استفادهشون بکنید، نه داخل خود اسکریپت. علت خاصی داره که وردپرس اینا رو اصطلاحاً اد اسلشیز استفاده میکنه. به خاطر این هست. اگه خیلی هم میخواید به قول معروف امنیت بیشتری رو رعایت بکنید، میتونید که روی خود حتی میسیج هم از اسپشیال کار استفاده بکنید، که البته این به نظر من زیاد مهم نیست، چون بدنه ایمیلی که میخوایم ارسال بکنیم تکست هست. باعث اجرای کدی داخل مرورگر به قول معروف هدف نمیشه، چون برسه به جیمیل خودش اینا رو اصطلاحاً چک میکنه، اون بدنش تکست است، لزومی نداره که این کارو بکنید. به صورت به HTML ارسال نمیشه، چون دو نوع ایمیل داریم: ایمیل هایی که متن معمولی ان، ایمیل هایی که HTML ان. از اونجایی که ما داریم متن معمولی فعلا ایمیل میکنیم، در نتیجه اگه داخلش چیزی هم باشه، HTML هم باشه، مهم نیست. ولی چرا سابجکت و سایت و اینا رو حالا من اومدم به قول معروف اسپشیال کردم و اینا؟ این قضیهش فرق داره که حالا جلوتر بهش میرسیم. میگم چرا، چون اینا به صورت HTML در نهایت یه جورایی چاپ میشن داخل مرورگر هدف. بهتره که اینا حتما اسپشیال کار روشون اجرا بشه. خب اینم از درس امروزمون. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. جلسه آینده رو ظاهر فرم کار میکنیم و اینکه از توابع وردپرس این دفعه استفاده میکنیم برای امن کردن فرممون. ما اینجا تا جایی که تونستم از توابع PHP استفاده کردم، نه از توابع وردپرس. اونجا ببینیم که خود وردپرس چه توابعی رو در اختیار ما میذاره. فقط توضیح کوتاهی دوباره در مورد فیلتر وار بدم. فیلتر وار یک تابع جدیدی است که تو PHP 5 اضافه شده. این تابع دو تا آرگومان میگیره. یکی این که اون چیزی که میخوایم چک بکنیم، یک به قول معروف یک آزمایشی روش انجام بدیم. آرگومان دوم یک ثابت هست. بر حسب اون ثابتی که بهش میدیم یه سری آزمایشات رو آرگومان اول اجرا میشه. فیلتر و underline validate underline ایمیل رو اگه بدید، چک میکنه که اون متغیری که براش ارسال شده اون دادش یک ایمیل معتبر هست یا نه. اینو که یک بار دیگه هم بگم که اگه ترو برمیگردونه، خب به این معنی نیست که این ایمیل واقعا وجود داره. فقط از لحاظ سینتکس یا همون ساختاری دستور زبانی چک میکنه که دستور زبان ایمیلش درست باشه، یعنی دقیقاً به این ساختار یک کلمه ادساین نام سایت دات کام به این شکل باشه مثلا، یا دات آی آر یا هر چی، یعنی دقیقاً یک ساختار ایمیلی داشته باشه، فرمتش ایمیل باشه. این ترو برمیگردونه که ما اینجا با این نقیض اینو برعکسش میکنیم که بتونیم پیغام خطای مناسب رو نشون بدیم. خب این هم از این جلسه‌مون. امیدوارم که از این جلسه هم لذت کافی رو برده باشید و بتونید که استفاده لازم رو ببرید.